سلام دوستان. امروز میخوام بهتون اکسپرت شبیه ساز بازار فارکس را معرفی کنم. اگه شما به دنبال راهی برای بهبود عملکرد در استراتژی معاملاتی خودتون هستید، این اکسپرت دقیقاً اون چیزیه که نیاز دارید. با این اکسپرت میتونید در زمانهایی که بازار بسته است استراتژی‌های خودتون را به راحتی و بدون هیچ محدودیتی تست کنید. ویژگی فوق‌العاده این اکسپرت اینه که شما میتونید با سرعت دلخواه مثل تایم واقعی بازار معاملات خودتون رو شبیه سازی کنید که باعث صرفه‌جویی فوق‌العاده در وقت و همچنین بهینه‌سازی استراتژی معاملاتی شما میشه. پس بیدرنگ به سراغ آموزش این اکسپرت بریم. ازتون ممنونم. سلام دوستان، میریم برای آموزش شبیه ساز بازار فارکس. اولین کاری که باید انجام بدین اینه که این اکسپرت رو دانلودش کنین که میتونین داخل کانال تلگرام توی قسمت کامنت ها این اکسپرت رو دانلود کنین. زمانی که دانلودش کردین و این صورت داخل این پوشه زیپ چند تا فایل وجود داره. این فایل ها رو باید به یه پوشه های متا تریدر منتقل کنید. داخل متا تریدر روی گزینه فایل اوپن دیتا فولدر میزنید. حالا پوشش باز بشه. زمانی که باز شد شما همین محتویات این فایل فشرده که اینجا باشه رو میتونید بندازین اینجا و ریخته میشه. البته من چون از قبل ریختم دوباره ازم سوال پرسه که میگم آره. به این صورت میاد و این اکسپرت برای شما روی متا تریدر میریزه، توی پوشه اکسپرتتون قرار میگیره. زمانی که این اکسپرت رو اضافه کردیم به متا تریدرتون فقط کافیه که یه رفرش بزنین توی قسمت اکسپرت ها و این اکسپرت اضافه میشه. همونطور که میبینین اینجا اومده. کافیه که مثلا شما یه تمپلیت اینجا دارین و میخواین روش بک تست بگیرین. حالا بک تست به چه منظور؟ شما یه استراتژی دارین، مثلا میخواین که این توی گذشته بازار کارایی داشته نداشته، چه جوریه. شما مثلا روی کندل های زنده بازار بخواین استراتژی تست کنین خیلی زمان بره، چون که مثلا هر یکی توی تایم فریم یک دقیقه خیلی طول میکشه یکی اینا ساخته بشه. ولی اینجوری به راحتی میتونین هر استراتژی که داشته باشین رو تستش کنین. حالا مثلا ببینین جواب میده نمیده، درصد وینش رو در بیارین. خلاصه اون استراتژی که دارین رو اولین کاری که میکنین من تمپلیتش رو سیو میکنین روی دسکتاپ یا هر جا. بعد در مرحله بعدی این اکسپرت شبیه سازا روی نمودار میندازه. اینجا تنظیمات خاصی نداره. مثلا این مال منوی کنترلش که میگه همیشه روی صفحه باشه، میگیم بله. زمانی که روی اوکی کلیک میکنین یه صفحه وا میشه که راجبه که دمو باشه یا فول باشه ازتون سوال میپرسه. این دمو و فولش فقط تفاوتش تو اینه که تعداد معامله‌ای که میتونین باز بکنین را تحت کنترل میگیره. مثلا توی دمو 5 تا معامله بیشتر نمیذاره باز کنین. حتی نیازی هم نیست که حالا مثلا شما معامله باز توش باز کنین، همونجوری خودتون با خط هم بتونین مشخص کنین معاملاتتون. خب روی اوکی کلیک میکنین. از اینجا روی شبیه سازی جدید کلیک میکنین، ویو سیمولیشن. ازتون اینجا یه سری سوال میپرسه، میگه که اطلاعات از کجا بگیرم. مثلا میگه اطلاعات نمودار برم از لوکاسکوپی بگیرم. شما این کارو نکنین، بیاین بزنین روی خود متا تریدر. و حالا چرا این کارو میکنین؟ به خاطر اینکه شما استراتژی که تعریف کردین روی بروکر خودتونه، روی کارگزاری خودتونه، پس از دیتای همون کارگزاری استفاده کنین، نه اینکه مثلا بیاین از جاهای دیگه بگیرین. این بر همین قسمت پرووایدر رو میذارین روی متا تریدر، قسمت اینسترومنت رو میذارین اون نمادی که میخواین روش کار کنین. مثلا من طلا میذارم، طلا. توی این قسمت تایم فریمش رو مشخص میکنین که حالا 1 دقیقه است. اینجا زمان شروع و پایانه که میگه از چه تاریخی ها برای شما نمایش بدن. مثلا میتونین بگین که حالا هر تاریخی، مثلا من 1 ماه میذارم که اصلا نمیذاره خودش. دیگه میتونین تاریخ پایان هم بهش بدین، مثلا تا فلان روز برام بیاد. این تاریخ هایی که میزنه بر اساس دیتاییه که تو خودش ذخیره کرده.
حالا اون نشون میدم کجا هستش، تا اونجایی که داره رو بهتون نشون میده تاریخی که اینجا هست. اینجا میگه پولی که دارین استفاده میکنین چیه، میگه ما دلاره. میگه پول اولیتون چیه، مثلا میگین $500. اینجا rewind allowed یعنی که مثلا رو به برگشت هم میتونه نمودار حرکت بده که حالا زیاد اهمیتی نداره. اینجا میاد مشخصات اون ارز به شما نشون میده که مثلا میگه که طلا هر لاتش مثلا چقدره، مثلا میگه 100 واحده یا مثلا 100,000. خب برای طلا ما 100,000 هر یه لاتش دیگه. و اینجا لیوریجتونه که حالا لیوریجتون هر چی هست وارد میکنین. اینجا اسپرده که اسپرد خیلی مرتبطه با بروکر که حالا مثلا برای حسابای ECN ما هم 10 بذاریم. اینجا اون کمیسیون به ازای هر لاته که مثلا برای بروکر آمارکت $5. و اینکه میگه که چند روز را نشون بده روی نمودار، یعنی تاریخی که برای شروع روی نمودار نشون بده چند روز قبل باشه، مثلا 31 روز. و اینا استارت سیمولیشن میزنیم. اینجا میگه که از چه مدلی استفاده کنم برای شبیه ساز شما. میگه که مثلا OSLC یعنی که بیاد مثلا هایلو اوپن کلوز کندل بذارم که بگم من میخوام آل تیک باشه، یعنی همه رو میخوام نشون بده، همه تیک های بازارا برای من در نظر بگیری. اینجا روی گزینه جنریت کلیک میکنیم و استارت سیمولیشن میزنیم. توی صفحه‌ای که وا شد اینجا باید بهش اضافه کنین که من الان میخوام روی چه ارزی کار کنم، اون ارزی که تو مرحله قبلش معرفی کردیم. البته روی اد کلیک میکنین، اینها اووردش میگه که آقا طلا تایم فریم 1 دقیقه، شما کافیه فقط روی اوپن کلیک کنید. روی اوپن کلیک میکنین نمودار برای شما باز میشه. البته چیزم بدون بگم این نرم‌افزار این مقدار سنگینه برای سیستم، کلا یکم آزاردهنده از کارهاش. وای میسم تا کامل لود بشه. این مشکلی که الان پیدا کردیم اینه که کندل ها توش لود نشده، برای همینه که داره اینجوری نشون میده. اشکال نداره، من تمپلیت خودم رو لود میکنم داخلش. آها این اولین کندل از اینجا آورده. خب مثلا الان توی این منویی که اینجا داریم میاد این قسمتی که هست، ببینید مثلا نوشته 1/100. منظورش اینه که حالا مثلا داره پیش میره نمودار، شما میخواین معامله باز کنی مثلا چقدر باشه، مثلا 1/100 برای من باز کنه. این حد ضرر و حد سودشه که مثلا اینجا می نویسیم 10 پیپ مثلا حد ضرر، 10 پیپ حد سود. به محضی که روی گزینه بای بزنیم براتون یه معامله باز میکنه. حالا نشونتون میدم. الان برای اجرا شدن فقط کافیه روی این گزینه بزنیم، روی گزینه پلی میزنیم، این هم شرکت به کار کردن. حالا این سرعت خیلی کمه. چرا کمه؟ چون داره دقیقا سرعت بازار رو پیش میره. اینا برای اینکه سرعتش رو بالاتر کنیم میتونین بیاین بزنین که مثلا بیاد 40 یا مثلا همون 40 تیک برو جلو، یا مثلا میتونین ریل تایمش کنین و حتی سرعت 40 برابرش کنین، یا اگه 1 برابر باشه یعنی همون تو هر 1 دقیقه 1 کندله. ما میخوام سریع باشه چون میخوام سرعتش تست کنیم. اینو پلیش میکنیم. این خیلی سیستم قوی میخواد، چون این الان سیستم من مثلا براش کمه، برای همینه که یکم داره اذیت میکنه. کلا متا تریدر باید سیستم قوی میخواد، مخصوصا اگه بخوایم روش چیزای متفاوتی نصب کنیم. کاملا هنگ. ظاهرا که به کار افتاد. همونطور که میبینین الان نمودار داره حرکت میکنه. و اینکه مثلا برای مثال شما اینجا میخوایم بای بذاریم، اینجا لاتتون رو مشخص میکنین، حد ضرر، حد سود و روی دکمه بای کلیک میکنین.
داره میگه که شما پول کافی ندارین برای باز کردن معامله. حالا اگه که البته این حساب دمو، اینجا اون پول اولیه‌ای بود که تو قسمت داشتیم میساختیم شبیه سازی رو، اونا باید مثلا براش یه مقدار مشخصی میگذاشتیم تا اینجا الان برامون حساب باز کنه. جایی هم نداره که الان فکر کنم بشه تغییرش داد. حتی چرا $500 داریم ولی چرا باز نمی‌کنه؟ حالا به هر دلیلی ولی در حالت عادی باز میکنه. جا براتون یه سفارش میذاره به حد ضرر 10 پیپ و حد سود 10 پیپ و نمودار حرکت میکنه. اینجوری به این صورت شما میتونید استراتژیاتون رو تست کنید و ببینید که استراتژی شما جواب میده یا نمیده. سرعت نمودار میشه زیاد کرد، کم کرد. همونطور که میبینید چقدر سرعت نمودار بالاتر رفت. مثلا در اینجا ما 156 برابرش کردیم. این الان بدونه که شما توی بازار واقعی باشین، این داره شبیه سازی میکنه بازار واقعی رو و میتونه استراتژیاتون رو توش تست کنید. حالا این یه سری قسمت های دیگه هم داره. مثلا اینجا که میگه که مثلا یه دونه کندل برای من پیش بره. میبینید که یه دونه کندل پیش میره، میتونی عقب برش گردونی که کندل ها رو به عقب برمیگردونه. البته میگم سیستم تحلیل میخواد. خلاصه یه سری گزینه های اینجا هست که مثلا اینجا تمپلیت داره که یه سری تمپلیت خودتون مشخص بکنید، اینجا سیوش میکنید که مثلا میگی من از این تمپلیت میخوام استفاده کنم که مثلا اینجا میایم بهش میگیم که آقا من لاتم همیشه 100 10 پیپ حد ضررمه، 10 پیپ حد سودمه. اینا اینجور چیزاست که اصلا نیازی نیست استفاده کنیم. اینجا مثلا میاد میگه که خبرها رو بهمون نشون بده، معاملاتی که انجام دادیم نشون بده. سری گزینه هاست. یا اینکه مثلا شما میخواین معامله‌ای که باز می‌کنید از پندینگ باشه، اینجا میتونین از بای استاپ، بای لیمیت، سل لیمیت، سل استاپ، اینا انواع اقسام معامله‌ای که میخواین استفاده کنین. و تریلینگ استاپ هم حتی داره، بریک ایون داره. من گزینه‌های خیلی خوبی داره. این برای شبیه سازی فارکس خیلی نوسای کامل جامعیه. دیگه چند تا نکته هست که میخوام بهتون بگم چون خیلی به دردتون میخوره. حالا ما از این شبیه ساز خارج میشیم، حتی خارج هم نشیم مشکل نداره. ببین یه چیزی هست توی قسمت تولز اوپشنز، شما اینجا باید تو قسمت سربرگ چارتس باید تعداد کندلی که توی هیستوری قراره نمایش داده بشه را بیشتر کنید. هرچی بیشتر بهتر. مثلا یه عدد بزرگی وارد کنید. الان خودش ماکسیموم چیزی که بتونه نشون بده را اینجا میگذاره. بعد روی نمودار اصلی باید هی دکمه هوم رو بزنید تا لود بشه. حالا این به چه دردی میخوره؟ چون شما برای شبیه سازیتون دارین از داده های خود بروکرتون استفاده میکنید، پس باید داده‌ای وجود داشته باشه که شما بخواید ازش استفاده کنید. پس باید هی بگیرید، کندلا رو بگیرید. حالا مثلا برای اینکه میخوایم بدونین داده هایی که دارین از چه تاریخی تا چه تاریخیه، توی منوی فایل اوپن آفلاین برین نمادتون رو پیدا میکنین. نماد مثلا طلا. ببینین که مثلا الان از 7 تا 10 ماه اول میلادی را داره. مثلا این عدد خیلی کمه. این خیلی کمه. شما خلاصه هی دکمه هومو میزنید تا این شروع کنه گرفتن. یکی مقداری هم طول میکشه. وقتی که گرفت بعد توی شبیه سازیتون میتونین کندلای بیشتری داشته باشین برای بک تست و اینجوری میتونین هر استراتژی که داشته باشین توی تایم توی چارت ریل تایم غیر بازار تستش کنین و ببینید که کاری براتون داره یا نداره. دیگه آموزش به همین صورت بود. ازتون ممنونم که ویدیو رو تماشا کردین. خدا نگهدار.